به نام محمد بن عبدالله قریشی از بنی هاشم در دوره پیش از بعثت و پیامبریش به بالای همین کوه که غار به نام غار حرا هست، در بالای غار حرا می آمد پروردگارش را ذکر و عبادت میکرد. در ذکر کردن و عبادت کردنش بود که الله پروردگار محمد صلی الله علیه و سلم جبریل ملائکه مقرب رو به همین جا به نزد محمد صلی الله علیه و سلم فرستاد پیش از پیامبری فرستاد و در همین جا در غار حرا نزول اولین کلام های مقدس الله متعال شد. انا همون کلمه ها اولین کلمه ها همین بودن که جبرائیل گفت با پیامبر و محمد صلی الله علیه و سلم که اقرا. پیامبر صلی الله علیه و سلم خاموش ماند، چیزی رو که نمیتونست از تکرار کند. دیم باره گفت اقرا. پیامبر صلی الله علیه و سلم خاموش بود، از این باره گفت اقرا بسم ربک الذی خلق. پیامبر صلی